دوبله شده در استودیو جیم. چی میگی؟ واقعا که دیگه لنگ ظهر شده. کامیل، جواد، همو اتمینا کجان؟ ای بابا، کامیل، کامیل، جواد، کامیل بیدار شد دیگه. میدونم چی کارتون کنم. جواد پاشید ببینم تنبلا. ای که مرد شورتو نبرن اورهان. میدونم باها چی کار کنم، عوضشو سر در میارم. چرا تا این وقت روز هنوز خوابین؟ پاشون را میافتیم. کجا را میافتیم؟ هوا طوفانیه. گفتم را میافتیم. اینا چی به خوردشون میدن که این ریختی میشن؟ نه کامیل ارسیه، اینا از دم خلو چلن. اورهان چقدر داد میزنی پسر؟ نکی دایی رفته زندان اینام سوء استفاده کردن. تو هم هیچی بهشون نمیگی. هیچ انتظار نداشتم. روشن کن، میخوایم بریم ماهیگیری. زود باش. تو زده به سرت پسرم. دایی راست میگفته. کیو دیدی تو این هوا بره ماهیگیری؟ طوفان پسرم. ببین همه کشتی‌ها تو اسکلن. راست میگه. همیشه راست میگم. اورهان سلیم، سلام، چطوری؟ خوبم، خیلی خوبم. تو چطوری؟ خوبم، یکم شرمندم. وقت داری حرف بزنی؟ باشه، حرف بزنیم. من پای تلفن خیلی تند حرف زدم، معذرت میخوام. آها، چیزه اون جریان، اونو من کلا فراموش کردم. باور کن یادم رفته بود. بی خیال، فراموشش کن. نه جدی معذرت میخوام. تو که اونطوری گفتی من برای دفاع از بابام پشت سره. باشه اسم بابا رو نیار سلیم. تو رو خدا فراموشش کنه. من کلا فراموش کردم، هیچ یادم نیست. اورهان ما حاضریم بریم. جواد، تو هم مخت پاره سنگ برداشتا. یه نگاه به هوا بنداز. تو این هوا کی میره ماهیگیری؟ ای خدا، اینم شده شوکت کوچیکه واسه من. بریم زود باش. تو سرت شلوغه. خب بعدن حرف میزنی، من برم. سلیم. بله. میخوای بهمون کمک کنی؟ من؟ تو نمیدونم. به نظر من بیا سلیم، بیا. به نظر من خیلی بهت خوش میگذره، خیلی کیف داره. با کشتی دوری میزنیم، تو هم حال و هوات یکم عوض میشه. ماهی میگیریم. باشه میام، ولی چی کار کنم؟ اوهو بیا. تو آماده شو، ما کلی کار واسط پیدا میکنیم. نترس، بیا. فرصت طلب. تو میخوای از من کار بکشی مگه نه؟ گردش مردش بهونه است. بیا قصر کاپیتانیمو بهت نشون بدم. میتونی از اون بیای بالا دیگه؟ نه اون پله است، یه پله معمولی. لیز بود خوب. کمک میخوای؟ نه البته که نه، یه پله است دیگه. چقدر بلندن اینا. چی شد؟ کلید اینجا رو یادم رفته. یه لحظه باشه یواش. اومدم. کامیل کل هتل خوردی زینب، چه خبره؟ مگه چیه؟ خیلی گشنمه. تازه من بچه کوچیک دارم، باید خوب غذا بخورم. میخوای مثل اون دختر قرتیه واسه تو رژیم باشم؟ آره. خب حدس بزن من کیم. چه خبره؟ تو کی هستی؟ منم همینو میگم دیگه. حدس بزن من کیم. آقا جون این دستاتو از رو صورتم بردار. تو کی هستی؟ زینب خودم.
چطوری؟ چه خبر آقا؟ انگار منو با کسی اشتباه گرفتین. شما کی هستین؟ خودتو میزنی به اون را؟ پس بگو، بی خود گفتن عشق اول فراموش نمیشه. من نجاتی. کدوم نجاتی؟ نجاتی خلبان. آقا من تو عمرم شما رو ندیدم. احتمالاً شما چیزی زدی منو اشتباه گرفتی. آره خب درکت میکنم. ازدواج کردی، بچه دار شدی، نمیخوای از گذشته هم حرف بزنی. آقا جون خانومم میگه تو رو نمیشناسه. نمیشنوی؟ منم دارم خودمو میشناسونم آقا. منم همچین خودمو بشناسونم که تا آخر عمر یادت نره. مثل آدم را تو بکش برو. زود باش. خیلی خوب باشه بگذاریم. من 3-4 روزی تو این هتل هستم. مطمئنم منو به خاطر میاری زینب. باشه تو باش. من و عشقم پا میشیم میریم. باشه آروم باشین. بالاخره یادت میاد زینب. برو. نجاتی خلبان. شیطونه میگه. فاتح چیه؟ عشقم چیه؟ خواستیم نجاتت بدیم دیگه. نگو این عشق اولتی که پس میافتم. ریختشو نگاه کن. این بازیگرای فیلم قدیمیای آلمانیه. دسکافو اوندبا. من اولین بار این یارو رو میبینم. چه عشق اولی؟ منو چه به اینجور آدما؟ ای بابا. خیلی خوب پس. بس دیگه بقیه‌شو ول کن. کجا؟ ته دریا. ته دریا. سورپرایزه. باشه بریم. پسرم پاشو بریم سورپرایز. حدس بزن این من کیم. بات خلبان. فکر کنم چیزی زده بود. وایسا. 3 2 1. سورپرایزتینه؟ خوشت نیومد؟ شوخی میکنی؟ آخه عاشق شدم. راستشو بگو کی اینو بهت گفته؟ من یه نگاه بکنم تا تهش میرم. تو درست تو تیپ این چیزایی. فاتح من همیشه رویای اینو داشتم. وای نگاش کن. خیلی ممنونم فاتح. پس زودتر حاضر شیم را بیافتیم. باشه من برم وسایلمو جمع کنم. جیکسانیه اینجام. داره خوب پیش میره پسرم. وقتی مقدس نیست همه چیز خیلی زیباتر میشه. دلخور که نمیشی پسرم نه؟ فرض کنیم دلخور بشم مادر جون. 30 ساله دارم این حرفا رو ازتون میشنوم. آره درست میگی. البته یه چیزی بهت بگم. الان منم به اندازه شما آرامش دارم. آره خب به وقتش به حرف مادرت گوش نکردی، حالا برای آرامش دنبال فرصت میگردی. آقا فهمی، آقا فرهاد اومده دیدنتون. بفرمایید. حالتون بهتره فهمی خان؟ ممنونم فرهاد. شما چطورین گلسوم خانم؟ خوبم پسرم، تو چطوری؟ خیلی ممنون، منم خوبم. خبریه فرهاد؟ بیا بشین. آقا فرهاد چیزی میل دارین؟ نه خیلی ممنونم. باشه. قربان قرض از مزاحمت. پافشاری اون هولدینگ سر پیشنهادشه. فرهاد من دیگه بازنشسته شدم پسرم. درباره اینا با فاتح صحبت کن. آخه آقا فاتح درخواستشون رو رد کرده. بهتر؟ ولی مدیرای هولدینگ دست بردار نیستن. میخوان که با شما ملاقات کنن. این جریان فروش چیه فهمی؟ چیز مهمی نیست مادر جون. نیازی نیست فکرتون رو درگیر کنید. فهمی؟ یه هولدینگ بزرگ میخواد شرکتمون رو ازمون بخره مادر. به خصوص سر برند شکرچیزاده پافشاری میکنن. به هیچ عنوان اجازه نمیدم. ما هم خیال فروش نداریم مادر. این اسم چطور از پدر بزرگت به تو رسیده؟ از تو هم به نوت میرسه. به افرادی که دنبال برند شکرچیزاده هستن درست همین جمله رو تکرار کنین آقا فرهاد. ولی پیشنهادشون واقعا... به شما گفتم همین جمله رو تکرار کنید. اطاعت میشه گلسوم خانم. فرهاد
شنیدی گلسوم خانم چی گفتن؟ به سلامت. ببین جواد کامیل، موضوع حساس چون داییم زندانه، اینطوری تا لنگ ظهر خواب این کارو پشت گوش میندازه، این کار انجام نمیدین. بچه‌ها ما اینجا یه مهمون داریم، کشتی چرا تو این وضعه؟ تو کثافته. خواهشاً یه تغییری تو خودتون بدین. چطوره؟ شبیه ماهیگیرا شدن؟ خانم کوچولو، با یه بارونی پوشیدن آدم ماهیگیر نمیشه. پس چطوری میشه؟ با ماهی گرفتن میشه. تو هیچ عمرت ماهی گرفتی؟ نه. خوبه؟ ماهیگیری رو به تو من خودم یاد میدم. ماهی میگیری؟ خب از وسطش بگیر. خب به دستت هم میاد. ببین این نخشه. خب به اینم میگن قلاب. قلاب هر ماهی با هم فرق داره. خب وایسا تو عمره میخوام بزنم سرش. خب حالا صبر کن. خیلی خوب تو یکم برو عقب‌تر. حاضری؟ حاضرم. 1 2 3 بنداز. خب بذار آزاد باشه. یکم شلش کن. وقتی ماهی بهش گیر کرد حرکتش رو حس میکنه. خب از اینجا؟ ماهی چطوری تا اینجا میاد؟ اون پایین ماهی گیر میکنه، اینو میکشی پایین. آها. صبر کن اینطوری بگیرم. خب حالا چی کار میکنی؟ منتظر میشی. مثلا چقدر؟ خب ماهیه دیگه دختر، خدا میدونه کی پیداش میشه. بگیرش. چه ماهیگیریه؟ چطور پیش میره؟ هنوز نیومده؟ نه نیومده، گشنشون نیست. بس یکم بکشیم صبر دیگه. داشته باشه، انقدر زود ولش نکن. نمیاد. از اورهان خان گل بهت یه چای تازه دم بده. خیلی ممنون. نوش جان. هی سلیم بکش بالا. گرفتیم. بکش. زود باش بکش. بچرخون. تندتر. میگم دختر نکنه تو بیمارستان عوض شدی. منظورت چیه؟ خب حرکاتت هیچ به شکرچیز زاده بودنت نمیاد اصلا. جونم من فامیلیم شکرچیز زاده است، نه شخصیتم. به جای حرف زدن کمکم کن. تو ماهیگیری تمرکز خیلی مهمه. تمرکزمو به هم نزن. باشه. وایسا یواش تکون نخور. هی جونم بیا. بچه‌ز جونم. یه بار دیگه هم بهت گفتم مریم، دختر استانبول نیست. بگو دختر ما. اون دختر ما دوتاست شوکت. برای من جفتتونم مردین، اینو تو سرت فرو کن. عجب آدم یه دنده ای هستی. من فقط میخوام یه بار دخترمو ببینم، همین. اونو هیچ وقت نمیبینی. اونو از من قایم میکنی؟ آره من کیو قایم میکنم؟ اونم دنبال یه بی سر و پا راه افتاد، رفت مثل تو گفت عاشق شدم، گولشو گم کرد رفت. من تو چی؟ خوب گوش کن مریم، این همه سال تو هر گوری قایم شدی، برگرد همونجا. یه بار دیگه هم دور بر من پیدا نشه. افتاد؟ من که اونو پیداش میکنم شوکت. نمیتونی منو مثل بقیه زیر باد بذاری شوکت دره. تو شوکت دره ای؟ منم کارا مریمم، میفهمی؟ اون رو ما بالا نیام. آدم باش. زینب همه چیو که برداشتی، خودمون کجا بشینیم؟ فاته به خاطر سلیم باید همه چی داشته باشیم دیگه. مامان ببین چه خوشگله. این آرزوی مامانت بوده. قربونت برم من. قربونت برم. بیا نگاش کن. کمربند تو ببند. باشه الان در ببند.
نگاه کن چقدر بله. خوشگله. نترسی عشقمو، نترسیم. قربونش برم. ای بابا. چی شد زینب؟ نکنه از من فرار میکنی؟ ببینم شما چیز خاصی مصرف میکنی که اینجوری گیر میدی به آدم اون موقع اینطوری نمیگفتی. ببین پامیشم پوستتو میکنم. غیرتی هم هستی. عجب پرروی گم شو، برو دیگه. آروم فاته. وا ولش کنه عشقم، را بیفت بره. زینب تو بهم گفتی عشقم؟ واسه خلاص شدن از این رو گفتم دیگه. ببین بچه‌مو گریه انداختی مردی که برو. گریه میگی زینب؟ قربونش برم، برو دیگه عمو، برو نبینمت، برو دیگه، برو. ارم جون زود بریم اتاقمون، کسی ما رو نبینه. مقدس خانم خانم چه سورپرایز قشنگی، خیلی خوش اومدین. آقا فاتح بهم نگفته بود که قراره بیاین. معذرت میخوام، اگه میدونستم حتما میومدم استقبالتون خانم. بچه هم اینجان؟ بله، نکنه خبر نداشتین؟ ای وای، اگه میدونستیم نمی اومدیم اینجا. میبینی ارم جون چه تصادف جالبی. من و ارمم خواستیم یه چند روز هوامون عوض شه اومدیم اینجا. اما ازتون خواهش میکنم به بچه ها نگین مام اومدیم اینجا باشه. یعنی نمیخوام حالشون گرفته بشه. مام نمیخوایم زیاد تو هتل بمونیم، میخوایم بریم تو شهر چرخ بزنیم. متوجهم خانم. به نظرتون ما بریم یه هتل دیگه؟ این چه فرمایشیه خانم؟ آقا فاتح اینا هم برای طبیعت گردی با من راه افتادن سمت فاصلیس. از من میشنوین، حالا که نیستن از هتل تا میتونید لذت ببرید. وقتی برگشتن من بهتون خبر میدم. که بله. اینطور. ارم جون پس بریم اطراف یه گشتی بزنیم. باشه بریم. خانم خیلی خوشحالمون کردی. خدا بهتون خوش نگهدار. بگذره. نجاتی سریع یه ماشین برامون جور کن. محل عملیات عوض شده، بعدش هم منتظر خبر من باشه. فعلا خدافظ. ارم زینبو گروگان میگیریم. چی؟ باورم نمیشه، الان هر جا بخوایم میتونیم بریم. در خدمتم خانم، هر جا بگین میریم. از بچگی آرزوشو داشتم میدونی، فقط راه و من. سلیم و منم اشانتیونای این آرزو شدیم، مگه نه پسرم؟ من که هیچ اعتراضی ندارم. فاتح بهت نمیومد اهل کاروان باشی؟ چی؟ به من؟ دوبله شده در من عاشقشم. آره این آرزوی من بود. آره خب درسته تا حالا تجربهش نکرده بودم اما جدی تا حالا تجربه نکردی؟ آخه هر کاروانی که دلت میخواست میتونستی داشته باشی. مشکل تو گرفتن کاروانه نبود زینب جون، مشکل پیدا کردن کسیه که همسفرت میشه. از بچگی خودمو متعلق به جایی که بودم نمیدونستم. خب همش دلم سفر و جابجایی میخواست، اما تنها سفری که تونستم برم فرار بود، اونم جایی کاملا دور از خانواده. جدی هیچ آزادی نداشتی؟ خب به ظاهر هرچی میخواستم داشتم، اما وقتی که خودشونم میخواستن. به نظر من که تو حقته که خیلی خیلی خوشبخت بشی. میتونم بگم که بهترین آدمی هستی که تا حالا تو عمرم دیدم. جدی میگی؟ آره جدی میگم. درسته خیلی سر داد میزنم، اذیتت میکنم، ولی خب واقعا بهت اعتماد دارم. من از اعتمادت پشیمونت نمیکنم، خیالت راحت باشه. میدونم. تو به سرت آفتاب خورده؟ امروز یه جوری شدی. ببین اگه این چرت و پرت گفتنات هم نبود الان واقعا آدم خیلی خوبی بودی. نه جدی میگم، از صبح تا حالا نه کتکی نه داد زدنی نه لگد زدنی. خب دیگه خرابش نکن. باشه تو رو خدا. هیچی نمیگم. پسرم بچم خوابش میاد، ساعت خوابش رسیده. شازده
عینکو بیار پایین ببینم. مامانی همه جو تاریک شد. نه قربونت برم من. هتل کم بود، حالا کاروان شروع شد. این دختره بی کلاس چه شانسی داره. نه واقعا نمیفهمم چیه که ما نمیبینیم. آخه همه چی مشخصه دیگه. بی کلاس. تقصیر پسر خودمه ارم. احمق دیگه، احمق. راستش از گفتنش هم شرمم میاد، ولی نکنه این دختر فاتح و جادویی چیزی کرده باشه. اینجور چیزا رو باور نکن بابا. من که اعتقاد ندارم. منم اعتقاد ندارم، اما نمیتونم اینا رو حذف کنم. حواست به اون هست دیگه؟ آره؟ تفاصیل چقدر مونده؟ یکم بالاتر بپیچ به چپ. باشه جونم. واقعا که فاتح. یه سلفی با هم دیگه بگیریم. وای چقدر خوب شد. عجب مسافرتی، تک و تنها با حیات وحش. الون وید وایلد. فاتح به نظر تو همین حیات وحش یکم زیادی وحشی نیست ها؟ یکم خطرناک میزنه. دیوونه شدی زینب؟ نگاه کن وسط جنگلیم، جنگل گنجشک و جک و جونور. آره گنجشک منجشک که مشکلی نیست، ولی خب مطمئن نیستن سالم از اینجا میایم بیرون. کی؟ ما؟ این شوهر دست گلت مثل یه شیر از وسط جنگل ردت میکنه. بله خیلی خوب رد کرد فاتح، آفرین. چه خبره؟ بودو کار نمیکنه. یه بار دیگه امتحان کن. کار نمیکنه دیگه. خدای خودت صبر بده. یعنی اون همه راه صاف داشتیم، واسه چی پیچیدی یهو تو این جاده خاکی ها؟ بابا هرسم نده زینب، کاروان یه تریپی داره، کش که نیست. باید وسط طبیعت باشی که روانت آروم شه. خب روانت آروم شد ها؟ وسط طبیعتیم دیگه، اند طبیعت. وردار ما رو ببر توی جاده اصلی ببینم. زود باش. خیلی خب باشه. تا حالا شده من وسط رو ولت کنم؟ کمی قبل‌تر. باشه میریم. من پیاده‌شم حلش کنم. بله حلش کن، مثل همه چیزای دیگه اینم حلش کن. از کاپوت این کو؟ نداره. حواست کجاست؟ موتور این پشتشه. پشتشه. باشه. خدای این هیچی نمیدونه، فقط بلد ماشین برونه. آی راهو ببینا. آخه آدم به اسم ماحصل همچین جاهایی میاد. ارم جون پس چی بهت میگم؟ پسر من احمق. افسرشو داده دست اون دختره، هر جا بکشه باهاش میره. دخترم که اینجور جاها رو خوب بلده. ارم نگاه کن. ارم دیدی چه راحت پیداشون کردیم؟ به نظر میاد شرایطم آرومه. انگار تو نشستن نه؟ ببین بریم نزدیکشون، یه جا قایم شیم، صبر کنیم فاتح در بیاد، بعد فاتح رو با این بیهوش کنیم، زینب رو بدوستیم. اگه ما رو ببینن چی؟ کاری میکنیم که ما رو نشناسن. چه جوری؟ سب کن اینجا قایم شی. بیا اینجا. پس بعد کافی نزدیک هستیم، سب کنیم که در بیام. دیدمتون. تکون نخورین، دستا بالا.
پس میخواستین حتما دزدی کنین ها؟ ببینین اشتباه متوجه شدین. آره واقعا اشتباه متوجه شدین. ما دوست نیستیم. صورتتون باز کنین. دوبله شده دار اونم دزدای زن. ببینین آقا باور کنین سوء تفاهم شده. آره آقا باور کنین سوء تفاهم پیش اومده. نمیخواستیم ازتون دزدی کنیم. ما که دوست نیستیم. یه نگاه به سر و وضعمون بکنین. ما دوست نیستیم آقا. ما که نیازی به پول نداریم. ما دنبال دوستامون میگردیم. گفتیم اینا رو بکشیم به صورتمون بترسونیمشون. به خدا راست میگم. اتفاقا خوب کردین اومدین. منم یه سری احتیاجایی مهم داشتم. مثلا چجور احتیاجای مهمی؟ ایران اگه از وضعیتی که داریم به یه نفر حرف بزنی به خدا تو رود نگاه نمی کنم. از الان بگم دیوونه شدی خاله مقدس. اگه اینجوری عکسمو بگیرن زندگیم سیاه میشه. خانما به جای حرف زدن به کارتون برسین. هنوز ملافه هم مونده. پدر جون یکم زیاده روی نمی کنی؟ انقدر لباس زیراتو شستیم دستامون خراب شد. قبل از اینکه دزدی کنین باید فکرشو میکردین. اصلا نمیشورم. حالا که اینطوره نمیشورم. مثلا میخوای چیکار کنی؟ هر جور میلتونه. منم به پلیس زنگ میزنم بیان ببرنتون. این ماییم که ازتون شکایت میکنیم. ما رو به زور اینجا نگه داشتین. خانما انگار یادتون رفته شما به حریم خصوصی من تجاوز کردید. چی تجاوز؟ نه مگه شستن دوتا لباس چیه؟ باشه میشوریم. نیازی به پلیسی نام نیست آقا. میشوریم. فقط فوقش یکی دوتا ملاف هم میارین دیگه. مگه چیه؟ بشور ببینم بجو. آخه اینا یه هفته کار داره ها. چرا اونجوری نگاه میکنی؟ راستش تو خواب شبمونم نمیدیدیم تو آشپزیت انقدر خوب باشی جون تو عمرم همچین املتی نخورده بودم. قربون دستت زنده داشت. جواد بیا با هم یه قراری بذاریم. کامل تو هم همینطور. جاش زن داداش. 1 به هم زن داداش نگین. 2 یادتون نره که منم یه آدم معمولیم. 3 از ظاهر آدم ها راجبشون قضاوت نکنین. خب پس چی صدا کنم تو رو؟ بگین سلیم، رفیق بگین، میچو بگین، ولی تو رو خدا زن داداش نگین. قبوله. از این به بعد بهت میگیم رفیق زن داداش. کامیل مگه نگفتم زن داداش ممنوعه؟ چرا زن داداش؟ سلیم تو هم چه گیری به این زن داداشه دادی؟ خب حق دارن دیگه. چی بگن؟ تو بخوای نخوای دیگه زن عقدی خودمی. همین. پس زن داداشی دیگه. چیتم؟ سلیم گوشمو کندی ولش کن. من چیتم؟ باشه رفیقمی دوستی لازم باشه داداشمی گوشمو ول کن. زن داداش ممنوعه. باشه از این به بعد زن داداش بهت نمیگه. بابام زنگ میزنه. بردار. نه نمیشه. چی بگم یعنی چی سلیم؟ بردار نگو اینجایی. نه بیا. بابا سلین عزیزم تو کجایی دخترم؟ از صبح خبری ازت نیست؟ با دوستم قرار داشتم بابا جون. داره ما رو میگه. دخترم چرا خبر نمیدی؟ مادر بزرگتم خیلی نگران شد. نگران نباش بابا جون. من یه خورده دیگه میام خونه. سلین الان دقیقاً کجا هستی؟ تو کافی شاپ. چرا صدای مارتی میاد؟ آخه کافی ساحلیه. باشه وقتی اومدی حرف میزنیم عزیزم. باشه بابا جون. میبوسمتون. باور نکرد. مطمئنم باور نکرد. فکر کنم به تو شک کرد. خب بنده خدام حق داره دیگه. بالاخره حس میکنه تو بهم نظر داری. کی نظر داره؟ نظر مزاری نیست. نخیر نیست.
چای هست میخوای؟ نه خیر. منم میخوام. بزرگ باشه ها. خب حیوانای باغ وحش بهت نظر دارن. به درد نخور. عشقم کاکل زاری مامان. به قربونت برم. باش دیگه. ای خدا. روشن شد دیگه. دوبله شده در استدیو فاتح جیم. یه خبر خیلی خوب برات دارم. چی شده؟ آتیش خیلی وقت اختراع شده. یه فندک باشه کافیه. صبر کن من بلدم، نگران نباش. وایسا. شماره یه گزارش آتیش سوزی جنگل و حفظی دیگه مگه نه؟ چون یکم بعد لازممون میشه. خیلی دختر بانمکی هستی. چه نیازی هست اینجوری خودتو هلاک کنی واسه آتیش روشن کردن؟ اونجا گاز هست، تو یخچالم هست. روح گردشگر تکنولوژی رو رد میکنه. باید همه چی خودمون درست کنیم، خودمون تنها. اینم کبریتم که نمیتونی بزنی. تو عمرت چند بار آتیش روشن کردی؟ 3 بار. اول بخاری شما رو روشن کردم. بذار من امتحان کنم. وایسا الان میگیره. صبر کن. بیدی من لج نکن. یه لحظه. این آخریشه. ببینم چی کار میکنی. آی خدا. آی خدا. تونستیم. فاتح تو چی ریختی توی این؟ سوخت ریختم. نگو که بنزینه. آره از اون. دیدی؟ هیچ چی نیست با جاذبم نتونم آتیش بزنم. میبینی؟ خب تو اینجا میشینی من میرم وسایلو میارم. صبر کن. چه کیفی بکنیم. این چی کار میکنی فاتح؟ شام میپزم. آخه سوجوکو اینجوری میپزن؟ تو یه فیلم اینجوری میپختن. اینم اولین بار درست میکنی مگه نه؟ خب افتاد. از همین الان 2 تاش حرام شد. خب باشه 2 تا کم شه مگه چی؟ نخند بابا. خب بیا. سب کن این نونا رو هم بذاریم رو. اینا هم گرم کنیم. آره نونم بذاریم یه ذره گرم شه. آخه اینا توش موندش. بیا. دستم سوخت. خب بسته بده. بسه؟ آره بسه. یواش. دستم سوخت. خب بیا این برشم. وای ترکیدم. آره یه خورده زیادی خوردیم هر دومون. یکم. آی تو بشین عشقم چی شده؟ هیچی نشده که. قربونت برم. ببین پسرم اونجا رو نگاه کن. نگاه قربون پسرم برم. نگاه کن دیگه. نگاه کن. یک سری تغییرات کاری خوشحالتان می کند، اما از نظر خانوادگی در مدت کوتاهی درگیری خواهید داشت. ورود سیاره زحل به برج شما تمام زندگیتان را به هم خواهد ریخت. ای بابا این زحل همش میاد تو زندگی من. حواست کجاست؟ فادیک؟ ارتو. ای وای.
این چرا از من فرار کرد؟ بفرما با کی کار داشتی؟ من با زینب کار دارم. زینب؟ زینب با آقاش رفته مسافرت. با آقاش؟ شما با زینب چی کار داری؟ شما کی هستین آقا؟ دوبله شده اوی در زردک برگشت بگم کی اومده بود؟ بعدن دوباره خودم میام. ممنون. اوی صورتشو ببین. Koydum sevinçlerimi önüme, baktım hepsi sensin. Yazdım şiirlerin her gecesi, üzüldüm tüm filmler. Yıpranmamış hayatlar, büyük hüzünler bekler. Her işte bir hayır, bu işte hepsi sensin. Yıpranmamış hayatlar, büyük hüzünler bekler. Her işte bir hayır, bu işte hepsi sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Anladım her şey. Vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? بیا اینجا فرار نکن بچه ها بیا بریم دریا وای مامانی قربونش برم من. زینب آب خیلی گرمه، بریم تو آب. من که مایه‌مو نیاوردم. منم مایه‌مو پیدا نکردم. حالا شنه رو ول کن. فاتحه نمیشه از اینجا نریم ها. کار نداریم، همه چی تولید به مصرف محشره. نریم دیگه. همش همینجا بود. نه مامان تو، نه بابای من، نه دعوا و داد و بیداد. نریم دیگه، اینجا بمونیم. داره خیلی بهم خوش میگذره. واقعا خوش گذشت. خیلی. تو چی؟ تو عمرم انقدر خوش نبودم. فاتح تو سب کن داشتی یه چیزی میگفتی جواب نده. سب کن. فادیک زنگ میزنه، باید بردارم. بله فادیک. چی شده؟ چی شده؟
تون اومده. دوبله شده در استودیو جن. فاتح جون، این جریان چیزیه که من خودم میخوام حلش کنم، باشه؟ من میتونم از پس این مشکل بر بیام، نگران نباش، خیالت راحت باشه؟ نه نگران نمیمونم زینب جون، تو از پس همه چی برمیایی، میدونم. من به تو اعتماد دارم ولی به محیط شک دارم. اگه اون بیشرف فاتح باشه یه کلمه هم حرف نمیزن. اینقدر پا رو دومم نظر مریم، من بهت خوبی کردم، بذار زینب فکر کنه تو مردی، حداقل اینجوری زیاد متنفر نمیشه ازت. فاتح تو اینجا چی کار میکنی؟ داشتم میرفتم شرکت، تو رو دیدم گفتم بیا. نمیخوای با آقا آشنامون کنی؟ باشه خودم آشنا میشم. سلام، من فاتح شکرچی زاده‌ام، شوهر زینب.